والذین هم لفروجهم حافظون. فرج عزیزان من شرمگاه هم میگویند، برای مرد آلت جنسیش میگویند، برای زن آلت جنسیش میگویند. این آلت جنسیه که خداوند در مرد و زن داده است، این امانت است. این امانت خداوند فردا از هر کدام ما و شما میپرسد. این امانت در کجا صرفش کردی خدا میداند و پگه سؤالت میکند. از شرمندگی آن روز خودت نگه دار. وقتی که آیه مبارکی این نازل شد، ان الله یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، تفسیر این آیه مبارکه اصحاب پیغمبر گفتند الفرج امانتون. فرج هم شرمگاه هم امانت است. بنابراین جوانای عزیز، بازم میگم جوانی شما در زناگاری نیست. زناگاری افتخار نیست، زناگاری مستی نیست، زناگاری این غرور ندارد، این پستی است، این ناجوان مردی است، این خیانت پیشگی است، این جنایتکاری است. بازم گفتم چند روز، بازم امروزم میگویم، هر کسی که بی‌پروایانه زنا میکند حتما داند که در خاندان او، در همسرش و در خواهرش و در دخترش کسی دیگر خیانت میکند. تکبیر! در پیغمبر بزرگوار سخنش بیجا نیست. رسول اکرم میفرمایند من زنا فقط زنی به، کسی زنا میکند حتما در خاندان او کسی دیگر زنا میکند. عزیزی من، خود از زنا نگه دار، زیرا خداوند در قرآن عظیم و شان زنا را سخت‌ترین جنایت و بدترین راه است که انسانیت برای خود کشف نمود، این راه طی میکند. ولا یزنون و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا. خدا میگه بندگانی من، کسی که بنده خداست، خدا را دوست بداره او زنا نمی رود. وقتی که بنده خدا هستی، خدا میگه بنده من زنا نمی کند. وقتی که زنا میکنی تو بنده خدا نیستی. بنابراین خدا گفت والذین هم لفروجهم حافظون. به خاطر ان همین خداوند لباس پوشیدنش فرض کرد. خداوند برای بندگان مؤمن لباس پوشیدنش فرض کرد تا که شرمگاه او محفوظ بماند. خداتان نگه داره. کار شهوت زور است. شهوت شاید عقل تا نمی پوشاند، شاید شهوت شما را فریب می دهد، اما خدا به شما رخصت داد الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. خدا گو بندگان مؤمن حقیقی من این شهوت خدا آرام میکنند در همسرهای نکاحی خود، در خانمهایی که به نکاح مسلمانی میگیرد با او آرام میکنه، خوشند. این آلت جنسیش در او استفاده میبره، نه با زن بیگانه. زن مسلمان این آلت جنسیش در شوهر خودش استفاده میبره، نه با مردی بیگانه. بیا خدا تا نگه داره. خدا از این سبب بود نکاح برای بندگانش اجازت داد. حتی با آن حد اجازت داد که اگر شهوتت غالب است و زیاد، یک همسر تو قانع ساخته نمیتواند، دویم همسرگیر، سیوم همسرگیر، چهارم همسرگیر، اما از چهار زاید نه. به شرطی که همش دوست داری، به شرطی که همش تربیت کنی، به شرطی که همش با خانه تامین کنی، به شرطی که نسبتی همش یک گونه رفتار داشته باشی. اما خدا گفت زنا نرو. به خلاف قانون الهی، قانون امروز دشمنان اسلام، قانون کسانی که میخواهند آزادی برای انسان عطا کنند، به هر کس میخواهی برس، به 1000 زن میخواهی برس، اما دویم زن بالای همسرت نگیر، زیرا این تحقیر زن است. مقصد اونها فاسد کردن جامعه بشری است.
مقصد اونها فاسد کردن نسب انسانیت است. نه بچه های عزیز، بازم میگویم به جاناتان جبر نکنید. شما جوان است، شاید شیطان فریبتان کنه، شاید تا امروز فریبتان کرده است. از صد توبه کنه، پشیمانی کنه، لا اله الا الله محمد رسول الله تجدید ایمان کنه. بعد از این دیگر به این راه قدم نزنید. این است چهارم صفت مؤمنانی که به هیچ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با سطر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، با عیسی که اجازت ندهد که زنی او حمام رود. برای زنی وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد. فقط سطر عورت. این هم یک حالتی اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید جایی دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک سطر کردن شما اگر روز جمعه باشد از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ یا اینکه اگر سطر عورت هم داشته باشید پهلوی تو لوچ باشد تو از ثواب جمعه محروم هستید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گوید که مادر به سر گور فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روضه امام اعظم چیست؟ روضه گفته باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد وی را روضه میگویند، یا ما و شما میگوییم روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش همون را روضه میگویند. روضه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه ای که در بغداد است، در بغداد حضرت خوابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم، پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقه‌نامه بوده است. این چگونه حجت بوده است؟ وثیقه‌نامه اینا همون اولادهای خودشان و وثیقه‌نامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را وثیقه‌نامه میگن. یا اینکه اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم‌ها پشت‌های خودشان چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستن، معنای هم را هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد با وی اوبال نیست؟ اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق به زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد تأمین هر این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یگان رشک زن و مانعگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه؟ من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتند، این زن از عایشه سوال کردند من این جئتی؟ از کجا آمدی عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر. گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور؟ عایشه آیا پیغمبر خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها. بلی گفت ای ابی ملیکه پیغمبر خدا اول من کردند لکن در آخر اجازت دادند که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن
حدیث های زیادی هم در باب منع کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر، لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که سطر اسلامی داشته باشند. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند، انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما همین زنهای ما و شما آباد گیرند، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود، در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز شام نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود.